سلام دوستان، عامر هستم. اینجا چنل مصرف بیزینس کسب درآمد آنلاینه. امیدوارم از لرنی که بهتون ارائه میشه بتونید به ارن برسید و همینطور اگر دوست داشتید شیر کنید ویدیو رو. گفتم یه سبک جدیدی رو اولش شروع کنم که دوست داشته باشیم. خیلی خوب دوستان، ما 3 روز پیش، یعنی چند روز پیش، بیشتر 5 روز پیش، 5 days ago، یک سرمایه‌گذاری توی ربات ترونایس توی تلگرام تازه معرفی کردیم. همونطور که میدونید خیلی از ربات‌های توی تلگرام اسکمن، ولی این ربات رو دوست عزیزم سرمایه‌گذاری کرد و پلن آخرش رو هم انتخاب کرده بود و منم وسوسه شدم این کار انجام دادم و خدا رو شکر این اتفاق مثبت بود برای من و در کمال ناباوری بعد از 2 روز به جای 15 میلیون TRX 45 میلیون TRX وارد شد که من اینجا اثبات برداشتش رو با هش تراکنش رو همه چیزش گذاشت که توی ویدیوهای گذشته هم راجع به اثبات برداشت دیگه گذاشتم که الان میایم اثبات برداشت سوم رو هم ببینیم. البته واریز داشته، نه اینکه نداشته، ولی خب دیگه من تصمیم گرفتم که هر روز هر دقیقه و دم به دقیقه واریزی و ارسال و این چیزا رو برای شما ارسال نکنم، یعنی اثبات برداشت اون هر چند روز یک بار بهتون نشون میدم. خیلی خب همونطور که میبینید 25 اولت، یعنی همین امروز ساعت 7:34 10 دقیقه قبل برای من یه هش تراکنشی ارسال کردن که آخرش 2505 و 15387 TRX ترون برای من ارسال شده. بریم که توی قسمت ترون اسکم ببینیم یه همچه اتفاقی افتاده یا نه. اول اینکه هش تراکنش رو میبینیم 02505 و درسته. اینجا هم که تعداد ترونی که ارسال شده 15387 است. تراکنش هم که تایید شده، این ارسال هم انجام شده. خیلی خوب دوستان، همونطور که میبینید برای من 387 دونه ترون بیشتر واریز شده. حالا چرا 15387؟ من پلن اولی که انتخاب کرده بودم، بریم تو ربات، پلن اولی که انتخاب کرده بودم پلن 150,000 ترونی بود که به صورت روزانه قرار شده بود به من 10% به مدت 1 ماه بده و این پلن من هنوز تمام نشده و 10% روزانه داره بهم میده. 15,000 تا بهم از طریق این داده، 387 تای دیگه به صورت رفرال مارکتینگ یا کسب زیر مجموعه که اونا اومدن سپرده گذاری کردن و این مبلغ به من داده شده. 387 تا پس به واسطه سپرده گذاری نبوده، به واسطه زیر مجموعه گیری بوده که شما میتونید برای این کار به صورت دستی فعلا، چون قسمت رفرالزش که شما کلیک کنید میبینید که زده کامینگ سون و لینک اختصاصی و این چیزا رو اگر بخوام بسازن و بهتون بدن شما در آینده میتونید از این استفاده کنید. الان شما قسمت سپورت آنلاین رو میزنید و اینجا مکاتبه میکنید و میگید کد دعوت برای رفرال مارکتینگ و زیر مجموعه گیری و این چیزا میخوام و بعد اتفاقی که میفته کد دعوتتون که تایید شد از طرف پشتیبانی بهتون پیام داده میشه، مثلا میگه کد دعوت شما به کد دعوت زیر تایید شده است، خب به انگلیسی. و بعد از اینکه تایید شد دوستان عزیزی که با کد دعوت شما وارد ربات میشن فقط کافیه بیان تو قسمت همین آنلاین ساپورت، به عنوان مثال کد دعوت من آمره، اینجا کلیک کنن آمر و ارسالش کنن و بعد برن دپوزیتشون انجام بدن. به مجرد همین کار شما توی پلن زیر مجموعه گیری و ارسال کد دعوت خودتون موفق شدید و حالا میتونید برید خیلی راحت سپرده گذاری کنید. که برای این کار تو قسمت دپوزیت میرید و پلن های مختلف رو مشاهده میکنید که ما پلن آخرش هم زدیم 444 میلیارد تومان پول رایج بچه رایج مملکت رو خدا رو شکر به ما داده شد و اینکه بعد از اون پلن انتخاب نکردم و شاید دوباره 15 میلیون TRX رو انتخاب کنم، البته فعلا نه.
و همون 150,000 TRX و ترونی که بود میبینید که به صورت روزانه فعلا داره 15,000 تا به ما میده. خب بریم. یادتون باشه نکته دوباره من بگم، set your TRX wallet یعنی ولتتون رو، آدرس ولت خودتون رو باید اینجا ثبت کنید. اگر شما این کار انجام ندید، از طریق همون آدرس ولتی که شما ترون هاتون رو انتقال دادید به قسمت سپرده‌گذاری، مثل به عنوان مثال پلن دوم شما انتخاب کردید، به شما آدرس داد، ببینید شما باید مثلا 1,500,000 TRX به این آدرس ارسال کنید. درسته؟ بعد از اینکه ارسال کردید دپوزیتتون تایید میشه، سپرده‌گذاریتون تایید میشه و بعد شما برگردید. اگر با همون آدرس ولتتون از طریق نوبیتکس مثلا ارسال کرده باشید این تراکنش رو، به حساب نوبیتکستون واریز میشه و به خاطر این هستش که شما اینجا set your TRX wallet نیومدی آدرست رو ست کنی. خیلی ساده خدمتتون گفتم. امیدوارم از این اثبات برداشت خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید چنل رو سابسکرایب کن، به دوستات معرفی کن. توی این ویدیو میخواستم $100 بین 100 نفر تقسیم کنم و پاداش بدم. منتهای مراتب بازدید ویدیو خیلی کمه، صبر میکنیم تا بازدید ویدیو یکم بالاتر بره. و اگر دوست داشتید برای حمایت میتونید تو قسمت آنلاین ساپورت برای سپرده‌گذاری، قسمت اونجا ابتدا وقتی وارد ربات شدید کلمه عامل رو براش تایپ کنید، ارسال کنید و بعد سپرده‌گذاریتون انجام بدید برای حمایت از چنل. البته نیاز به این کار نیست ولی خب میتونید این کار رو انجام بدید. آدرس ربات هم به این صورت TRX Nice بود. امیدوارم که لذت برده باشید. بریم که یه سرمایه‌گذاری خفن رو دوباره تجربه کنیم. البته من که فعلا دارم فقط اثبات برداشت میذارم، یعنی هر روز اثبات برداشت دارم. شاد و پیروز سربلند باشید. خدا نگهدارتون. یا علی مدد.